روزتون بخیر و بشادی دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت و سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبه. ای سرخستیم که بارون زده است. بارون زده نه هوا کم ترک محکم بهاری تیار چه خیلی که گفتم بهار شده. یکی میبینی افتابه یکی میبینی بارون زده است. اینجا نم خیلی خیلی ما 4 درختک داریم تمام ده حالیمون. بعد اینجا سترایکه که دستیان رفته است گفته اینجا را خیلی توغوری کردن کم ترک. این روز نصیب باشد درونه ابوی میکنن خیلی گردای و کول ده رشد که پیشد که میزنن خیلی خانمان بگیم هوا نکیم گیراندگی. این روز مهمان میویه نصیب باشه با خیلی کم کم ویدیو میکنیم. دوستان عزیز مهربان نمی آدمی که ویلیگای کده نمیتونه کو با گیری میکنه. این ویلیکو ای گودکوی اپام ای خواهرم اپام میگو خواهرم اینمی آمدیم ویا اکو آچشون نینی کده با ویلیکاشون کتی آمدیم. اینمی جا خیلی فریزه گنده محواش نبرو گفتم 6 تا ده خونه نکیم فریزه رو بگم نمیشه. اینمی دوگانی فریزه ها سلام بگو خودتو با میبینی. اینه تقویش نمیاد دودار دارم بسیار سوال میتید کلون نداره نمو کلون نداریم نمی دودارم نمیاد اینم کای که کلونش نصیب باشه بعد کلون دار میشه. دوستانی عزیز و مهربان استا جورایف استاگی که دسته اینو ما دیگه گفتیم یکم کار کردن در کار نیست اجازه گفتن نه این ناز باشه یکم خلمه کده با ابوی نوجور ما دست زدولی اینجا مهمان ها آمده استن نکیم یال استاگی که دسته خیلی مهمان ها اپام خواهرم آمده اینجا پیلتا مونده شتابی ابوی بچسته خیلی استاگی که دسته با خریب چسباندنش با میام نشون میتیم نه. سلام علیکم. لایک و شاپینگ. لایک شاپینگ به خاطر شپات. روی تلفن رو میکنم. موجب چی تیار کردم اون دیگه کلیشه. نمیخوره خیلی روزی یا فسان کنه خانه رو با نشون میتیم من. تو بگم میکنی فسان. اگر خواب شما. اگر فوتوگرافیش کردی. واه پگاه بگه بگو. خواب مشروع بالایی. نکی میجاش اوجه خوک شده. نم خلخر جایی که دیده بودی از زمین جو میشده بود اما کفیده بود هر جا هر جاش از زمین جو می سخت شده بود کنم بود هر جاش کفیده بود. اینم خیلی خیلی دوستان عزیزی و مهربان تا آخر با ما باشید. دوستان عزیز و مهربان اینجا خیلی گفتم اوقات میکنیم کم ترک و چم اوقات که دیسته اینجا خام شوربا اونجا گودکا دادوای که دیسته ممکنه واسهشون آمده باشه در تگی الو این خیلی چیوشه گرفته است پنکاشه بگیم گرفته است واسه خیلی چه میکنن آش این خیلی تیار شد خیلی باید نشون میدیم. دوستان عزیز سورپریز ما بعد قریب 6 سال یکم بار در الو اوقات کردیم آش کردیم اکی یکم بار نه آش کردیم یکم بار این خیلی سازش ریزه کردیم یا جای ریزه کردیم خونه گرفتیم نه خیلی نصیب باشه آش تیار شد و کم کمش میدار نشون دادم میگم اینجا سونیا وقتی نوردم کردیم خیلی کنیم وای خودش نمیداره ویدیو کنیم برایمون وای ویدیو نمیکنیم نه کم ویدیو کده آش تیار میکنیم مهمونو در خونه من در سرخونه ویدیو نکردم شوربارم تا آخر ویدیو نکردم شوربار برداشته گرفته برده گذاشتم پیشم برده گذاشتم من که آش سر کردم من
دوستان عزیز و مهربان این خیلی سویش انداختم شب چشمه و پخته این خیلی خیلی میکنم میشه آشه باشه یک نیم پنج کاسه میکنیم دوستان عزیز ما 5 کاسه گفته ایسا 5 تانه دینی بیتینه میکنیم پوری شروع برای چی 5 کاسه آب میاندازم وقتی که با کدام کاسه گرفتیم با خیلی چین میکنیم ده با کدام کاسه گرفتیم به هوای آب میاندازیم برای مو به همی هم خیلی 5 کاسه آب میاندازم بعد نخط ترکدگی ایجاد ماندگی نیدین ترکده ماندگی اینجا باشه نه قریب که بریون میکنه میشه سازشه خیلی تا آخری ولاک با ما باشه آش تیار شد و نشان میتیم کنم خیلی دوستان عزیز این آش دم میپرتیم بعد شکایدیم و نشان میتیم آش میشه یالمه میشه چیزی بشه و با میبینیم میشه دوستان عزیز و مهربان آش آمده ما بسیدم یالمه میایه و یگون چی دیگه آش آمده اینه حاضی میکشیم خیلی سر سازی سر برنج اینه خیلی خشراک خیلی آمده دانی عزیز و مهربان نقشه هایش ایواز شد ساله جوره پتلوک گرفته ایسر که دسته اینه میجا ایسر پتلوک میزده بعد ابای برای که اینیو رو قاق شوا میگه با ابای میزنه اینه میجا مهنت کده کار که دسته اینه فریزه رو میشناسید یا نمیشناسید کویا گپ زن فریزه فریزه کجا ما دیگه چه خیلی بده خونه چه جان آخه زور همه جا تو بزیه میکدی قنبازی میکدی هیچ که هیچی نمیگه اینم خیلی خیلی اومده یک کس یکی نمیگشه همه پشتش میگیره دوستان عزیز و مهربان استامان نمیخلی تا نمجا را رفته الا که بیو نام بخوب تستین لستیرم چسبان یا برگی نمیخلی خیلی چی بده چی میگن؟ پتلوگ نصیب باشه پگه ابای میچسبونه اونا گلوشتیت نرسیگه پگه میارن میزنه بایم پگه میارن میزنن بعد ابای میچسبونه بعد تمام پلینتوساشه بعد پدرم خودش میچسبونه اینم خیلی خیلی دوستان عزیز ما قدش یاردم کردم اینه استاگیری کردم دستم میبینید دروغ نگاه در اینجا باشه ویدیو رو با پایان میرسونم نمیدونم دوست تولیتش ما برومدم یا تشت خودش آخه در اینجا باشه ویدیو رو با پایان میرسونم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد خیر دوستان عزیز